نباشید دوستای عزیز، دنبال کننده ما که در یوتیوب همیشه کارهای من دنبال میکنید. دوستان عزیز، این دفعه یه خورده دیر کردم، من معذرت میخوام از شما. این دفعه یه چیزی میخوام برای شما معرفی بکنم. این یک موتور یخچاله. میریم موتورمون خراب میشه، یخچالمون گاز میکنه، آقا میبریم تعمیرگاه. تعمیرکار عزیز هم میگه آقا موتورت سوخته، نیمسوز شده، باز میکنه و 2 میلیون هم ازت میگیره و یه موتور نو میبنده، اون کهنه رو همونجا میذاره. بعضیا خیلی هاشون نمیارن، فکر میکنن که به درد نمیخوره، اما دوستان عزیز این مثل طلا به درد میخوره. موتورای نیمسوز خیلی خوبه، کارایی داره. این موتور در اصل کارش توی یخچال باد کردن، هوا گرفته، همین گاز چرخوندن، همین گاز داخل یخچال با فشاره. الان این 2 تا لوله داره، یکیش مال ساکشنشه، این طرفی، این طرف هم زمینی که فشار میده گازو. الان ما این میاریم خونه با سلیقه خودمون، یه دسته براش درست میکنیم. اینجا هم یه دونه پیچ داره، خودش یه سرپیچی داره، یه آهن، یه دسته براش درست میکنیم. الان ما این سوراخ‌ها رو گذاشتیم به خاطر اینکه مثلا این طرف سیمش رو میبندیم، این طرف هم شلنگش رو میبندیم. الان جریان داره اینا. و یه پایه هم براش درست میکنیم، چون این 4 تا سوراخ داره. الان ما در دسترس نداشتیم، ما تو روستا زندگی میکنیم که پیچ پیدا بکنیم، اینو ما با تناب بستیم. میتونید با پیچ با سلیقه خودتون زیرش ببندید. پایه باید درست بکنید، چون برای جابجاییش میخوای از یه جای به جای برین، اگر امکان داره چپ بکنه، بیفته روغنشه، روغن در میاد از همین سوراخ موراخ ها. عزیزان دل ما، اونایی که تازه اومدید تو کانال من، حتما منو سابسکرایب کنید. کانال من به امید خدا به 1000 تا برسه و من بتونم فعالش بکنم، درآمدزایی بکنیم. و اون زنگوله لامصب هم فشار بدید هر موقع که من ویدیو درست بکنم، به امید خدا شما رو خبر میده همون زنگوله. حالا که وسایل لازم، 2 تا بس میگیریم اینجوری، یک تا شلنگ هم به اندازه سلیقه خودمون چند متر باشه اینطوری میخریم، و یه دونه هم اینا همش تو مغازه آقای حسین زئی گیر میاد، آقای حکیم حسین زئی گیر میاد. این دفعه دستش در نکنه آقای ابراهیم خارزاده ما اومده برای ما کمک میکنه که ما کارمون انجام بدیم. ماشاءالله. یه تک سیم هم میخوایم اونجا که خودش میره به برگ. یه 2 شاخ هم میگیریم، 2 شاخه که دکمه داشته باشه اینجوری، چون موقعی که با سیم خالص بخوایم داخل بکنیم، این یه دونه قطع کن داره داخل، یه اتوماتی داره که قطع میشه. اون که قطع شد دیگه دوباره باید صبر بکنید تا خنک بشه و وصلش بکنی. حالا ما اینو درست میکنیم به امید خدا، اینو میبندیم و کاراییشو نگاه میکنیم. دوستان حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. دوستان بازم میگیم سابسکرایب یادتون نره. اینو میبندیم اینجا داخل این که باد میکنه. هیچ وقت این موتوراتون رو نندازید عزیزان من، این موتورات خیلی به درد میخورند. بعد اینو هم سفت میکنیم اینجوری، سفتش که کردیم مطمئن که شدیم. بعد این شلنگی که با 3000 تومان هم قیمتش گفتیم خریدیم، مال تلمبه اینجاست. اینو بستشو میذاریم داخل، اینو خودش همینجوری با سرپیچ بچرخونیم میچرخه. این که میچرخه و میچرخه و میچرخونیم عزیزان من. بعد این هم سفت میکنیم، این سفت میکنیم که یه موقعی که فشار باد زیاد باشه در نیاد. و از ناحیه فشار باد هم خیلی خیالتون تخت باشه که این خیلی باد میکنه. این هم میذاریم تو بر، این هم تیوبی که میخوایم بادش بکنیم، اینجوری میذاریم، اینجوری میبندیم. حالا دکمه رو میذاریم به امید خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان باز هم میگم اونایی که تازه به کانال من، به چنل من پیوستین، حتما سابسکرایب کنین چنل منو، زنگوله رو هم فشار بدین و بقیه ویدیوهای من هم ببینید. به امید خدا به زودی به همراهی آقای ابراهیم خواهرزاده ما ویدیوهای زیادی درست میکنیم و در خدمت شما هستیم. و خواهرزاده عزیز من آقای ابراهیم البا هم یک آدم خلاقی ماشاءالله، خیلی مشوره میده به من تو کارها.
بالاخره اینجا که ما گفتیم دیگه بالاخره این هم دسته ای که ما این دو تا سه تا سوراخ گذاشتیم برای این شلنگ و اینا رو میبندیم. امیدوارم که از ویدیوهای ما لذت ببرید و برای بلوچای عزیز هم گوشن که ما همیشه هر چیزی که جوان کنیم به خاطرشه که ما در منطقه محرومی و به درد مردم محروم با خیلی چیزایی نیست. مثلا همه وسیله تو برای بزوره بری مثلا یه وسیله رو بخوای بری بخری تانکر باد رو بخوای بخری خدا میدونه خدا میلیون تومان هم قیمتشه، اما این با یک موتور کهنه سوخته تو یه روستای دور افتاده میتونی پنچرگیری بکنی. همینجور که میبینید داره باد میکنه و باد میکنه و باد میکنه، هیچ مشکلی نداره. 100 تا تیوب هم باد بکنید به امید خدا هیچ مشکلی نداره. 1000 تا تیوب باد بکنید این در ظرف 4-5 دقیقه کامل میشه. الان همینجوری که میبینید داره میره بالا. ما الان میترسیم که الان بهتره که ما منفجر بشیم. اگه ما منفجر شدیم شما چیکار میکنید دیگه؟ ما دیگه رفتیم خدا حافظ، بعد از کرونا و مرونا دیگه همه چی تموم. اما ما با این نمیمیریم، تا موت ما نیاد نمیمیریم انشاءالله. و با امید خدا هم آقای فرزاده ما را آقای ابراهیم هم ببینید در همین فیلم، در همین ویدیو. شاید سوالاتی داشته باشه از ما. تشکر دوستان عزیز. حتما این وسیله خیلی راحتیه، جمع جور میکنیم درستش بکنیم، خیلی قشنگه، هزینه همچنانی نداره. از این تانکای بزرگ و اینجور چیزا هم بهتر حقیقتش جواب میده مثل همون. تشکر دستون داره میترکه آقا، داره میترکه. خب من یه خداحافظی نمیترکه حساب بکنه، خداحافظی هم بکنم با شما دوستان عزیز. دوستان عزیز دیدید که ما گفتیم اسم ابراهیم هم در چند ویدیو قبلا گرفته بودیم که کمک ما بوده بیشتر پشت صحنه. خاموش کرد گفت میترکه، شاید بابا نمیترکه، این موتور لاستیک زامیاده. با امید خدا اصلا مشکلی نداره. ما هم اینجا هستم داییدم، اصلا ترسی نکن. دومال ما همون طرف نشسته میگیم ممنوع تصویرم از من ویدیو نگیری. خب عزیزان باز هم یادتون اگر رفته ما رو سابسکرایب کنید، خیلی مهمه. برای سابسکرایب برای ما خیلی مهمه. تو کامنت ها هم بنویسید. و بعضی میدونم یه سوال میکنید از ما، میگید بابا اینو ما قبلا میدونستیم. اینو برای شما که قبلا میدونستیم نگذاشتیم، برای اونایی که نمیدونستن ما هم میدونم که خیلی نمیدونستن. اینم جواب سوال شما. ممنون و دوستان ما اومدیم باز به مجازی. الهی من برای شما مرسی. خدا حافظ.